درود بر هنردوستان و هنرمندان این سرزمین. امروز براتون یه چالش باحال داریم، چالش نقاشی. باید ببینیم کدوم یکی از این بچه‌ها نقاشیشون بهتره و کدوماشون میتونن حدس بزنن. چیا حدس بزنن؟ شعرهایی که میخوان از توی این کاسه شانسی بردارن. بدون هیچ معطلی بریم سراغ بازی. یه کاری می‌کنم همتون اعتماد به نفس بگیریم. میتونی به منم نشون بده. در ضمن امتیازی که برای نقاشی و نقاش در نظر گرفتیم از 1 هست تا 4 و امتیازی که برای حدس در نظر گرفتیم 2 امتیاز. یه آدمه. چه آدم قشنگی. 4 امتیاز مثبت. دستش یک چیزیه. توپ دستشه. آفرین. اونجا هم یه آدم سیب زمینیه. بلده. سیب زمینی که پوستاشو کنده. این بخش اولش درسته؟ آره. از رو همین تمام دیگه سیب زمینی دستشه، پوستشو کنده بر ریز ریز حالا کرد. بقیه‌اش هم چیپسی. گردنش هم آسیب دیده. باریکالله. ریش بازی داره. این آدمش فرق کرد. پایینش عمله. زبون. شبیه هویج هم هست. توی تروبچه کودک نوزاده. داره گریه میکنه. خب محسن داره یک حرکت میزنه. شعر بچه تو قنداقه. غذا شباتانه. یه توپ دارم قلقلی سرخ و سفید. نو تا یه قسمتی رو جا انداختی ها. اونو می‌خواستم بگم. فقط بذارید تصوراتتون پرواز کنه. اگه میخواید سایه هاتون یکم رنگ تیره چر داشته باشه، یکم رنگ سیاه نیمه شب بهش اضافه کنید. یه سوسک بالدار. خب اینم مشخصه چیه دیگه. چیه؟ کوه. یه کوه که یه کوهنورد رفته بالاش. ممکنه کوهنورد نباشه. یک رودیه که از کوه بیاد پایین. باریکلا حدساتون داره نزدیک میشه. تو بچه‌های خودمون الان اینجا نیست، به این خواننده علاقه داره. آره من فهمیدم اینا که حجازی هستن. مثل یه که- چیزی داره میاد تو ذهنم. فهمیدم. منو فهمیدم. رنگ. حالا میبینید که شما چطور میتونید درخت بعد از درخت و بوته بعد از بوته رو شما پول داشتین ما نداشتیم آهنگشونه. حالا این چیه؟ ده آره. حالشو میبردین. ولی این کدوم قسمت است؟ علی بگو. ما رو کهنه میبستن. خب شما خوشگل پوشک بود. آفرین. قبلش شما همچنان دار کشیدنه. همین سادگی. هرچی که شما دلتون خواست. قبلمه چیه دا؟ آقا تمام. بازی موسیله و تشتک بود. مال شما اسکی تو چمچک بود. ما رو کهنه به موزی رسن. مال شما خوشگل و پوشک خیلی خوشحال از پوشک داشتن. 1.5 امتیاز برای علی در نظر میگم و نیم امتیاز برای شما. باریکلا. 3 امتیاز برای تاها. تشویقش کنین. واسه من کلی هم صحبت کردم جای تحت. صحبت کردی؟ 100 امتیاز مثبت. آره. اون تو اشکال نداره. خدا. آره از همون نظر کجا؟ یه آدمه. چشمم داره دهنم داره. چیزی ننویسی که حالا آفرین. رفتم بقالی کارواس نداشت اینجا مثل کارواس داره. دستتو بالا نکردی 3 امتیاز منفی. نه ولی درست گفتی. اون نقطه چین قبلش داشت میرفت یعنی آفرین. 3.5 امتیاز هم برای فرید. نوبت هنرمند ناشناخته محسن کوشکی. بزرگترین کاغذو بر میداره. بزرگترین نقاص کسایی که هم نقاشی میکنن هم میرن برقصن. باز هم یک انسان با دو آدم گردن کلوف دیگه. نه انسان نبود. یکم دارم محسن بهش 100 میدن برای نقاشی. یه چیزی تو گلوش گیر کرده. نقاشی خوبه. به نظرم که عالیه. بغض توی گلوم فراوونه نمیدونم کجا بریزم. داری از قوانین ناپیروی می‌کنی. اصلا کم کم سانسور میشه. نه ها حدس واقعی من نمیخواد. آخه اینو اون دفعه هم رندوم شد میخواستم بیشتر بگم. اینجا ما واسه میدونم چیه. دست والا. من فهمیدم. میدونم. بگو.
گردن بلوری، سینه اناری. چیزی دیگه داره. هنوز گوش کن. بقیه شو میتونی با ادامه بگی. این چیه؟ گردن بلوری، سینه اناری. باید بگی نمیدونم. شوره. گردن بلوری مثل بلوری، سینه اناری. آفرین. من فکر کردم رو سیناش ستاره. داره برق میزنه. آره عذر میخوام. نه ایراد از من بود. اگه راست میگی مثل من طولانی نه. دست هم نداره تا موچی. آره ایراد از من بود. اشتباه. گردن بلوری مثل بلوری سینه اناری. امتیاز 3.5 اگه خیلی چون اوکی کشید به نظرم. مال کی بود آهنگ گوش نکردم خدا. من دو سه برو. این مال سندیه دیگه معروفه. ما ساختم؟ آفرین ما ساختم. این بار مثل که با یک آفرین. یه از بغله. نه آره. درسته برو. اسبه. فقط پای راست داره چرا؟ 4 تا پای راست داره. برو. اسب تکشخ گوزنه. خب گوز فضایی. خب فلش خب اون آهنگ آهوی من گم شده. آی دست بالا آسمون بکشم ابرای خوشحال قراره که زیر این ابرای خوشحال یه کنسرت برگزار میشه. الان مردم رو میکشم که مشتاقانه وایستادن و منتظرن. به نظرم که خوبه عالیه. من یک دونه هست مثلا استفاده کنم. آره. بله اون آهنگی که میگه گلدونه من. نه متاسفانه نه اوه چه خوشحاله اینا. آخ اینا معلوم نیست چی هست. خب زیر پتو هم؟ پتوشون کجه. ها پاش میزن. قایقن. یه بچه می روز عروسی شونه. کمر رو بالا 20 متر ارتفاع کمر تا در درخت بید. عروسی زیر درخت بید. خواننده‌اش یه خواننده خیلی گوگولی مگولی و نازیه. ویگن؟ نه میگه چه دیگه. گوگولی و ناز من مارتیک میاد تو ذهنم. خب مارتیک اینو من میخوام براتون میکشم اگه بتونین حدس بزنین 1 امتیاز میگیرین دیگه. تا الان باید حدس میزنین. آقا آرتیکس روشن شد. من قشنگ مشخصه کی آرتیسته. من میتونم از روی این یه شعر بگم. منم میتونم. چشمان آهوی تو شراب به دست میگیرم. من آهوی پرکرشمه مارتیکو خیلی گوش میکنم. خب دیگه نه با یک جا شویه اجازه بده بعد مرور کنم سریع. اجازه هست سریع خوب سریع. آهو مست میگه؟ چشمای آهو مسته؟ آره. چشمای آهو مستت گل به گلشن نشسته. آفرین. درخت بید مجنون هجله عشق و بس. عشق و بس. کاری کردم درست آفرین. آفرین جون. گل سرسباز مجده. آخه چشمای آهو مسته. چشمای ناز و مسته. چشمای ناز و مستت نمیگه؟ چشمای مسته. چشمای آهو مسته. آره. برو پسرم آفرین. 1 3.5 امتیاز برای علی در نظر میگیرم. و تشویق کنید تشویق. و 1 نیم امتیاز هم برای شما چون خیلی کمه. من فقط گفتم توی انسان اینجا بودم. یه کوبه بده دیگه در نشستیم یه حالی بده. حالا 1 رو بهت میدم. 75 صدم همون نیم. هنر دوستان عزیز که در منزل دارین ما رو تماشا میکنید مسابقه رو تمام شد. صاحب باحال از داور تشکر. هر کی از داور تشکر کردن. همه 100 امتیاز مثبت به هر کدومتون اضافه میشه. این مسابقه جوری طراحی شده که همه برندن. حتی شمایی که تو خونه اینم برنده. حتی من برنده تر شما. شاید دلتون اگه نشه. سابم بکنن که دیگه از عالم برنده ترن. اگه ساب بکنن که محسن با 3.5 امتیاز. احیانا محسن 103.5 امتیاز نبود. 3.5 امتیاز به علاوه 100 103.5 امتیاز. همون گرفت. 103 فرید با 4.5 امتیاز. 104 ای بابا. تاها با 105 امتیاز. و نفر آخر یعنی نفر اول علی با
100 حساب کن 100 امتیاز 107 امتیاز. آفرین. دیگه نگاه کنید تا ویدیو بعدی بدرود. بدرود. یک چیز دیگه هم خواستم بگم یادم رفت. خداحافظ.